الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من ختم به النبي وآله وأصحاب الذين هم قرات العيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز از دهه مبارکی این ماه مبارک رمضان ساعتهای او سپری شده ایستاده است. اولا شکر خدا را که ما و شما را به این ماه مبارک رسانید. الحمدلله که 2 جمعه شد از این ماه مبارک ما و شما نماز انجام میدهیم. از این خاطر به حرمت این دهه اول مبارک در افتتاح سخن، در آغاز سخنمان یک جا دعا میکنیم. پروردگارا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. پروردگارا اولا اجابت داریم از اون دعایی که خدایا اون دعا را تو نشنوی، به سوی تو از این دعا پناه طلب میکنی. و خدایا از علمی که به فایده مردمی تو نباشد، بندگانی تو نباشد، از علمی که فایده اسلامی تو نباشد، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدایا از جمیع آن اعمالهایی که مثل نماز است، زکات است، روزه است و دیگر طاعت عبادتی که پیشنهاد درگاه تو نمی شود و به درگاه تو قبول نمی گردند، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا میدانیم خود فرمودی روزه از من است و من روزدار را خود مکافات میدهم. خدایا از آن مکافات خودت، از آن اجرهای بی عدد خودت اهل این جمعیت ما را برخوردار بگردانی. خدایا با حرمت این ماه مبارکت گذشتگان این جمعیت رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا این جمعیت ما را عمر دراز، تن صحت، خاطر جمع نصیب و روزیشان بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظیم. آیتی که مبارکه که الحال به سمع شما تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست که خداوند به ما و شما خبر میدهد، میگوید شهر رمضان. آیا این یک ماه مبارک رمضان دیگر فضیلت چه بر شما خبر بتم چی هست؟ انزل فیه القرآن. این ماه چنان فضیلت دارد که در این ماه کتاب به نام قرآن به شما دسترس شد. از نزد من بر آسمان دنیا این قرآن پایان شد و این قرآن را جبرائیل در مدت 23 سال
با محمد حبیب من صلی الله علیه و سلم آیت به آیت، سوره به سوره رسانید. این قرآن خدا میگوید هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. این قرآن من کتابی هست که هدایت کننده تمام عالمیان است، تمام مردم است. و اگر کسی میخواهد که هدایت بیابد، کسی میخواهد نجات بیابد، در این قرآن خدا میگه دلیل های خیلی آشکار و وسیع برای او بیان کردگی هستم. و این قرآن من قرآنی هست که حلال از حرام جدا میکند. شما به او نظارت کنین، شما به او نگاه کنین. خدا رحمت کند. ما در بزرگی قرآن تسلیم هستیم. ما قرآن را مقدس میشماریم، ما قرآن را مکرم میشماریم، زیرا خدا میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه. این کتاب کتابی هست که در سخن خدا بودن شک نیست. این سخن خداست. این سخن یگان مخلوق نیست. سخن یگان پادشاه و فرزند پادشاه نیست. این سخن خداست میگه. از این خاطر محمد اقبال لاهوری که حضرتم تسلیمی بر این کتاب هستند، بزرگی این کتاب حس کردن، گفتند راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیز چیزی دیگر است. اگر من حقانی بر شما بیان کنم و از صدق دل برای شما آن چیزی که در دل ما پوشیده است به شما خبر بتم، والله که این کتاب از کتابم دیده بزرگتر است، این چیزی دیگر است. رسول الله میگوید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. رسول الله گفتند آیا ای امتی من بهترین شما را خبر دهم که بهترین شما کی است؟ اصحاب گفتند کی هست پیغمبر خدا؟ بهترین ما در بین ما کیست؟ رسول الله گفتند کسی که تلاوت قرآن میکند، کسی قرآن را کشاده میکند، بوسه میکند، کتاب خدا میداند، او را احترام میکند، او را در خاندان خود جای میکند، در جای این کتابهای باطلی که در خاندان ما و شماست آنها را بیراه میکند و قرآن مقدس در اون خانه جای میکند و او را تلاوت میکند. رسول اکرم گفتند بهترین انسان و علمه و بهترین شما کسی هست که بعد آنی که خود قرآن خوان شد رفیق خدا، فرزند خدا، همسایه خدا باز قرآن خوان میکند. برای همین از همه شما دادرای عزیز، برادرای عزیز کار کنید که این قرآن برای خودتان دائم سحر نیمروز بیگاه حق دارد قرآن در خاندان شما که باید دائم شما این قرآن را چکار کنید؟ تلاوت کنید. از هر حرف این برای شما ثواب میرسد. هر حرف این 10 ثواب دارد. حتی رسول الله گفتند ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. من نمیگم که یک الف لامی که شما در اول قرآن میخوانین در همین 3 حرف 1 ثواب، بلکه الف 10 ثواب، لام 10 ثواب، میم 10 ثواب. در یک الف لام میم 30 ثواب شما از خود میکنید. مثل الذي المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. پیغمبر خدا گفت آیا مؤمن و مسلمانی که قرآن میخواند از مؤمن و مسلمانی که قرآن نمیخواند آیا چی فرق دارد؟ رسول الله تشبیه دادند کدام مؤمنی که قرآن خوان است، قرآن تلاوت میکند، وی گفت مثل میوه مندرین است. مندرین یا اپلسین ما و شما استفاده میکنیم. ریحها طیبون طعمها طیبون، بوی خوب دارد، مزه خوب دارد. مؤمنی که قرائت قرآن نمیکند، گفت پیغمبر خدا کدام مؤمنی که مؤمن است، نمازخوان است لیکن قرآن خوان نیست، گفت وی حکم خرما را دارد، مزه شیرین است لیکن بوی ندارد. کاری کنید برادرای عزیز، ما و شما دستورات ما و شما کنستیتوت ما و شما بگیم، پروگرامی که ما و شما باید با او زندگی کنیم این قرآن است.
اینا باید ما و شما تلاوت کنیم تا که در این تشبیه که پیغمبر خدا دادن ما و شما داخل شویم، مزه‌مان هم شیرین شود، بویمان هم زیبا شود. رسول الله در دوام حدیث میگویند، در دیگر حدیث خبر میدهد لو جعل قرآن فی اهاب ثم القی فی النار ما احتقره. کدام انسانی که قرآن میخواند، این قرآن گفت در پوست اون نقش میبندد. کدام مؤمنی که آیاتهای قرآن اذیت میکند، خواه کم خواه نصف خواه کلن اذیت میکند، رسول الله گفتند که اگر این انسان قرآن خوانه، ملائکه های دوزخ اگر در دوزخ هم که پرتایند ما احترق، دوزخ اینها را نمی سوزاند. برای شما این قرآن یک سپر است. حرکت کنین، چگونه ای که برای زندگی دوادو میکنین، برای چگونه ای که فرزندها را علاکه اندیشه داریم که در کدام مکتبهای داخل کنیم، اگرچه غلط نیست، ما هم دعوتمان همین است که فرزندهای همه ما و شما خواننده شوند، لکن در برابر این کار کنیم که اونها را قرآن خوان کنیم، اونها قرآن خوان باشد. عمر میگه روز من تورات میخواندم در دوره های مسلمانی حضرت عمر، رسول اکرم میگه از بالای سر من نگاه کرد و گفت عمر، گفت چی میخوانی؟ گفتم تورات موسی را نظر دارم. رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتن قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر صاحب همین کتاب موسی زنده میشد، هر آینه این تورات در یک کنج از خانه میگذاشت و چنگ به قرآن محمد میزد. اینا پوش گفت قرآن تلاوت کن. از این خاطر شما میتونید در خاندان خود این انجیل عیسی و تورات موسی را راه ندین. اینا کتابای منسوخ شده بیکاره باطل هستند. امروز قرآن، صدای قرآن، آداب قرآن باید که در خاندان ما و شما باشد. در دوام آیات خدا چی گفت؟ گفت فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کدامی از بندگان من اگر ماه رمضان یافت در حالتی که صحت است، تندرست است، باید که روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر، اگر بندگان من در ماه مبارک رمضان مبادا به سفر برآمدند یا اینکه بیمار شدند، خداوند خبر داد که وقتی که از سفر برمیگردند یا بیماریشان از اونها دور می شود، این صورت دیگر روزه را بد می دارند. در حالت مسافرتی گفت خداوند چی است؟ رخصت است. در حالت بیماری رخصت است. وقتی از سفر بازگشت به وطن خودش، وقتی مریضیش دور شد، روزه بگیرد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدای شما فقط آسانگیر است، خدای شما به شما مشکلات نمیارد. البته خدای ما و شما مهربان است، برای ما و شما رخصت داده است که بنده من مبادایی که مسافرتی مشقت دارد از مشقت خالی نیست، روزت خور آمدی در خانت و ساعت و وقتش که موافق آمد روزه را قضایی بگیر. بیمار شدی، خوفی بر بیماری داری، خوفی بر زیادشوی بیماری داری، روزت بخور، هیچ گناهی برای تو نیست. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال بنی الاسلام علی 5. فرزند حضرت عمر عبدالله روایت میکنن حدیثه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بوده است اسلام 5 پایه دارد. اسلامی که ما و شما دعوا میکنیم الحمدلله مسلمان هستیم یا مؤمن هستیم، باید که بر این 5 چیز ما و شما قائم باشیم.